قاعده 94 بدانیم که ملائکه دارای وظایف خاص می باشند. وظایف ملائکه را بفهمیم. یک ملک که جبریل امین است، وظیفه چی است؟ رساندن وحی است. ما شما میشناسیم. ملک دیگه که به نام اسرافیل است، به نام آمده، این دماندن سور است در قیامت. میشناسیم، ایمان داریم. مسئولیت جزا دادن برای گناهکارا در دوزخ توسط ملائکه میشه. الله میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، قوا انفسکم، نفسایتان را وقایه بکنین، و اهلیکم، و اعضای خانواده و زیر دستایتان از آتش دوزخ چی کنین؟ وقایه بکنین. فهمیدین؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. او مردم که از دخترایتان بیخبر هستین، از بچایتان بیخبر هستین، از خانمت بیخبر هستی، از خواهرت بیخبر هستی، از مادرت بیخبر هستی، از زیر دستت بیخبر هستی، خود و اعضای خانواده‌ت از آتش دوزخ چی کو؟ نجات بده. دوزخی که وقودها الناس والحجاره، که درگرانش که او خوب آتش تازه میکنه. مثلا آتش تیز است، دمی آتش تازه تو یک ورقه میپرتینه و اون بلند میکنه. امی کاغذی که در سر انداخته میشه الناس و انسان هاست و الحجاره و سنگ هاست. سنگ ها را میگه بعض مفصل میگه همون سنگ هایی است که از او بت ساختن، اما بتش از زنده میره در پیشی آتش میپرته. اینه میگه نجات بدید. تمام روز میفته که این بت مرا نجات میده. اینه همون چوب و همون توق و همون سنگ و همون چیزایی که تو ماچ میکردی. وقودها الناس والحجاره علیها. باز میگم دمی دوزخ کی مکلف است؟ علیها ملائکتون غلاظ شدادون. باز در اونجا یک تعداد ملائکه هستند که بسیار غلیظ هستند، شدید هستند. لا یعصون الله ما امرهم. پس وظیفه بعضی از ملائکه چی است؟ جزا دادن است برای جهنمی ها. الله نجات بده در جهنم. یک تعداد ملائکه هستند که وظیفهشان حمل عرش است. یک تعداد ملائکه هستند که امرای ملک الموت. کلمه اسرائیل که از در قرآن و سنت نامدید استعمال نکنین، ملک الموت آمده. ملک الموت و همکارایش هستند که یا مکلفیت و چی دارن؟ به قبض ارواح دارن. یعنی قبض روح، گرفتن ارواح، این کار الله است. لکن امر میکنه بالای کی؟ بالای ملائکه که در اصلشان ملک الموت است و دیگه همکارا هم دارن. دیگه بعضی از ملائکه هستند که مراقب مخلوقات هستند. یعنی وقتی که مخلوقات میباشن ما شما ملائکه مراقبت میکنن. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. وقتی که دو نفر با هم میشکنن، یک طرف راستش یکی طرف چپش، روبرو چطور هستی؟ خوب هستی؟ جان و جور از بخیر هستی؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ گپی را نمیزنه مگر مثل یک مراقب هست. اونم قرار شیشته کامرا در دستش است، هر گپی که بزنی همین نقطه نقطه برای چی میکنه؟ این چی میکنه؟ باز میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. باز بچش خود میبینه. باز روز قیامت فیلمت برات نشان میده که این در فلانی جای اینی کار کرد. فیلمت که برآمد باز هیچ کسی که این کار کرده نمیتونه. این ملائکه هستند. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ سخن از آن مگر یک ملائکه گپایت. از خود غیبت میکنیم، رشخند میزنیم، پس پسک میکنیم، ملائکه قرار کلش بعد میشنوه. در روز قیامت میخیده سر شهادت میده. دیگه از ملائکه حفظ اعمال مخلوقات است که ما شما کرام برره که هستن. ملائکه هستن کرام کاتبین که این ملائکه چی میباشن؟ به همراه انسان میباشد. 2 نفر روزانه میباشد، 2 تا شبانه میباشد همراه از هر انسان. اینا چی هستن؟ ملائکه هستن که اعمال انسان حفظ میکنن. خب دیگه از جمله چی هستن؟ عبادت ملائکه که است به اشکال مختلف میکنن. یک تعداد ملائکه هستن که در حالت رکوع هستن، یک تعداد ملائکه هستن در حالت سجده هستن. این ملائکه این قسم است. دیگه یک ملک به نام میکائیل است که به نزول باران امر شده که وقتی باران میشه الله سبحانه و تعالی برازی حکم میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.